سلام دوستان گل، امیدوارم خوب باشید. آموزش ساخت ربات این دفعه قسمت 3 هست. این دفعه میخوایم رباتمون رو پیشرفته کنیم، رباتی با امکانات بی‌نظیر. برای این کار باید یک ربات ساز در نظر بگیریم. این ربات ساز برترین ربات ساز کشور هست. یک ربات ساز که میدونم حرفه‌ای. با این ربات ساز تا حالا تونستم، اگر باور میکنی یا نه، با این ربات ساز تا حالا تونستم با این ربات ساز تونستم 3 4 تا 5 6 تا ربات مدیریت گروه، ربات ساخت فیک، ساخت آزمایش فیک کنه، یه عالمه ربات بسازم و باشون درآمد کنم که تا حالا درآمدهای خوبی داشته. خب برای این کار آدرس این ربات ساز رو در قسمت سرچ تلگرام وارد میکنیم. آدرس این ربات ساز Create Your Boot چنل هست. البته این چنلشه، ما به بوتش نیاز داریم. Create Your Boot این وارد این میشه، برترینش هست. استارت میکنیم. خب برای این کار ایجاد یک ربات رو میزنیم. ایجاد یک ربات شد. میگه لطفاً توکن ربات خود را وارد کنیم. برای دریافت ما هم برای دریافت توکن وارد بوتفادر میشیم و برای دریافت توکن خودمون در بوتفادر مای بوت رو میزنیم. مای بات ربات مورد نظر رو انتخاب میکنیم. بعد آی پی توکن رو میزنیم. بعد آی پی ربات رو درام میکنیم و فقط همین رو کپی میکنیم و میندازیم اینجا. حالا میتونیم بعد از ساختن ربات این پیامی که به ما داده بذاریم. این پیام که بعد از در قسمت اول آموزش دادم، این پیامی که دیدید رو این رو فوروارد میکنید. میتونید فوروارد کنید به این. اگر فوروارد کنید به راحتی خودش میسازه و تشخیص میده. ولی مثلا میترسید چون نسازه و اینطوری بشه، من همون پیشنهاد میکنم که از اینجا توکن خود رو کپی میکنید و بندازید اونجا. اگر هم نه نمیتونید، این قسمت هست مشکل دارید در کپی کردن پیام، همین بعد از ساختن ربات این پیام رو فوروارد کنید به همین. خب حالا ما اینجا توکن رو کپی کردیم و کپی پست کردیم. حالا اینتر رو میزنیم تا بفرست برای ربات ساز. کمی صبر میکنیم تا ربات رو یکم بررسی کنه. پیامی شامل خب به شما تبدیل میکنیم برای شما فرستاده شد. ربات ما آماده است. حالا میتونیم برای آماده سازی ربات وارد ربات بشیم و استارت کنیم. در آموزش بعدی یک نحوه تنظیم پیام بعد از استارت با برترین کیفیت در 20 دقیقه 10 دقیقه برایش یا 15 دقیقه برای شما داده میشه. یا هم بذارین اینجا توضیح بدم براتون. استارت رو میکنیم، میبینیم که ربات ما آماده است و ربات ساز بسیار عالی ربات ما رو تنظیم کرد. ارسال اطلاعات تماس رو میزنیم تا تشخیص بده که ما هستیم، ما ادمین هستیم. ربات تشخیص داد که ماییم. از اینکه اطلاعات تماس خود را ارسال نمودید سپاسگزارم. برای ادامه استارت را کلیک نمایید. خب دوباره استارت میکنیم. کاربر گرامی، سلام و خوش آمدید. برای استفاده از امکانات ربات از دکمه های ابزار موجود استفاده کنید و دستور استارت وارد کنید. ما میتونیم این پیام رو تغییر بدیم. برای تغییر این جمله دستوری که اینجا گفته رو وارد میکنیم. اما یه عالمه مثلا میتونیم کارهایی داشته باشیم. مثلا میخوایم بگیم سلام علی، اسم طرف رو بگه، میگیم سلام first name با حروف بزرگ. first name به ربات ما خوش اومدی. اینم مشکل داره. به ربات متین جان خوش آمدی. بعدش میتونیم بگیم
ساعت ورود شما مساویس با تایم رو به انگلیسی تایپ میکنیم با حروف بزرگ تایم. بعدش تمام این متغیرها رو میتونیم اینجا ببینیم مشاهده کنیم، اما من همشون رو بهتون آموزش میدم. تکست، میتونیم این تکست کاراش چیه اینجا بذاریم. متن کاربر رو اینم برمیگردم، الان اون رو هم براتون عرض میکنم. یا مثلا این مهمه. بعدش میتونیم بگیم، یا این جمله هم خوبه، میتونیم بگیم صبح یا بعد از ظهر. میتونیم بگیم امیدواریم. این مثلا صبح باشه میگه صبح، بعد از ظهر باشه میگه بعد از ظهر، شب باشه شب رو که نمیگه، شب رو میگه بعد از ظهر. بعدش امیدواریم صبح روزه، برای اینکه روزش رو هم تعیین کنیم وارد اینجا میشیم و تاریخ روز رو میگیم، اما نام روز رو. این خوب تره. حالا برای ما این آسان تره. می نویسیم اینجور نویسیم خب حالا این رو که وارد کنیم، مثلا میگه امیدوارم صبح روز سه‌شنبه شما البته این فاصله ها رو رعایت کنید تا درست بنویسید. شما به خیر گذشته باشه. یا مثلا میتونیم برای اینکه مثلا اون استارت کرد تکست رو وارد کنیم. تکست. حالا میتونیم این رو اینطوری کنیم تا طرف بفهمه ما با منظورمون پیام او بود. این رو هست مثلا اینجا به جای تب اون استارت رو زده مینویسیم استارت، اینجا استارت مینویسیم و میگه سلام متین. البته اسم پروفایل شما رو مینویسیم. الان من این رو تنظیم کنم میبینید که یه قلب سیاه رو فرستاده. بذارید ببینید. دوباره استارت میکنم. این تکست رو بردارید، تکست مشکل براتون. بذارید یه بار دیگه امتحان میکنیم. یه بار دیگه استارت. سلام، اسم منه. به ربات متین جان خوش آمد. امیدوارم بعد از ظهر روز شنبه شما که امروز شنبه است به خیر گذاشته باشم. میبینید که کاملا بسیار ساده در اختیار ما گذاشته شد. و حالا میریم سراغ بقیه آموزشات که خب اینا متغیرهای قابل استفاده در تمامی اجزای رباته. حالا مثلا میتونیم این فرست نیم نام فردی، نام فامیلی. مثلا وقتی که شما پروفایلت اینجا لست نیم و وقتی میزنیم لست نیم ربات لست نیم رو میزنه. البته فرست نیم بهترتر هست. نام کاربری فرد فرستاندن رو می‌نویسیم. حالا این هم خوبه، بریم نگاه کنیم. خب همین رو که کپی پست کردیم بالاش این رو می‌نویسیم که دیوار باز رفت. بازم برداریم وارد کردیم. این هم خوبه. حالا استارت میکنیم. باز من این یوزر کاربری من رو نوشت که مال من. میتونیم حتی این رو، البته اینا مال آموزش قسمت های بعد. این قسمت شامل، پس یه مروری میکنیم که این قسمت شامله آموزش راه اندازی و حرفه‌ای کردن ربات بود و آموزش تنظیم کلمه استارت در ربات. البته آموزش های دیگه هم میتونه کمک کنه که ما
خیلی از چیزای دیگر هم بنویسید. این نام گروه و اینا رو هنوز زوده و یوزینه. در آموزش های بعدی که بیش از 100 تا آموزش در یوتیوب و در کانال خودمون قرار میدیم میتونید مشاهده کنید و یک ربات برای کسب درآمد بذارید. در قسمت بعدی یک پکیج عالی و فوق العاده میذارم که شما حالا میگید این پنل طلایی داره و حالا ما میتونیم که پنل طلایی این ربات ساز رو هک کنیم به راحتی، فقط با روش هایی که من میگم. پس میتونی پنل طلایی یک ربات ساز رو که برترین ربات ساز تلگرام هست رو هک کنی. در ضمن یک نکته مهم، فیلم رو قطع نکنید و نرید ارتقا به ربات رو بزنید. شما میتونید رایگان به قیمت 5 روز به مدت 5 روز ربات رو به رایگان تبدیل کنید، رایگان طلایی. حالا این رو میزنیم و تبدیلش میکنیم، استارت میکنیم، آری میشه. اما بعد از 5 روز که وقت تلاش تموم میشه باید چیکار کنیم؟ آموزش هکش رو در قسمت بعدی برای شما دوستان عزیز میگم. پس بریم تا قسمت بعدی. ساورزاک یادتون نره.